وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهندس مرحبا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی صاحب تمام اعضای گروه امی در ولسوالی فیض آباد قریه بالا مرزیان ما به ما زنگ آمد حریقت گفت تقریبا 8 خانه در گرفته، یعنی یک قسم حریق ناگهانی هر جای خود به خود در میگیره. تمام اعضای گروه برادران درخواست دعا بکنیم ان شاء الله. ما دو قوت همینجا آمادگی است الحمدلله. حریقا را گل کرده راستی ان شاء الله. اینجا اینترنت هم کار نمیکنه، صبح ان شاء الله واقعیت ان شاء الله در اینترنت نشر میکنیم. همین خانه بعض جای خود به خود در میگیره، میگه یعنی امروز 8 جای در گرفته. از کدام جای آتش میآید میغلطه خود به خود در میگیره یا کدام جنگ است یا عوامل صحیح تشخیص کرده نتونستین چی است؟ نه حاجی صاحب هیچ تشخیص نشده، هم تو خود به خود در میگیره، میگه هم تو خود به خود. بعض زنا هم طبقه اونا آزار میته، میگه دیگه هم تو خود به خود در میگیره، هم تو ناگهانی حریق زیاد شده میره، میگه. خب بهتر است البته نه به غضب الهی است از طرف همو مخلوقات الهی است که به نظر ما شما معلوم نمیشه. یک ختم عمومی شوه میگه 120 نفر قاری صاحبا را جمع کنین یک جای مکمل همو ساحه مکمل ختم قرآن شوه او توبه و استغفار شوه دست جمعی ان شاء الله این مسئله جلوش خداوند نگیره. ما شما بعد اتفاقی گرفته نمیتونیم تا روزی قدر خانه در گرفته باشه. پیشتر قماندان امنیه ولایت جوزجان نیز با ما پیام گذاشته بودن، اونا هم همین تو گفتن که اینجا همین یک حادثه است، ولی ما ایران ماندیم هیچ فهمیده نمیشه عواملش چیز از هر جای خود به خود در میگیره میگن. اونا هم همین تو گفتن. بله حاجی ما به چشم خود دیدیم، هم تو حریق هست که بخیر اما آدم میترسه، هم تو ناگهانی حریق میشه، هم کسی نمیبینه، مقصد خود به خود حریق میشه. یک جای 8 جای امروز در گرفته بود، 2 روز پیش هم 1 جای در گرفته بودن. سبحان الله. دیگه شما شفتتان پالیتان باشه، دیگه طلب بکنین قوا پالیتان باشه، با واسطه بندگی شما متوجه کارتان باشین و دیگه با مردم هم همه تشویق بتین که مردم عمومی ختم قرآن کنن. نه ان شاء الله این مخلوقایی است که مخلوق رب العالمین است، حتما همینجا گناه زر زده یا مثلا مردم استغفار نگفته، با استغفار و ختم قرآن صدقات خیرات ان شاء الله بلا دفع میشه بخیر. درست آرام و اصلا باشین، بخیر باشین. جزاکم الله خیرا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.